ما در روز حادثه تیاری رفتن به وظیفه را داشتم. ناگهان به حادثه مواجه شدم. چندین مرد مسلح برادرزاده با زور داخل منطقه انداختن. هیچ کس از دیگه مردهای فامیلم در خانه نبود. و نمیفهمیدم که در مقابله با اون مردهای مسلح چی کار انجام دادن میتونم. خدا رو شکر در وقت پلیس 119 به ذهنم رسید. مرکز پلیس 119 بفرمایید. تماس گرفتم و شماره پلیت اونا رو به پلیس دادم. واقعا مثل یک معجزه بود که من 1 ساعت بعد بیادرزادی من دوباره در خانه میدیدم. تشکر پلیس 119. هموطنان عزیز، شما می توانید هنگام مواجه شدن با مسائل عاجل امنیتی مانند فعالیت‌های تروریستی، افراد و بساط مشکوک، ماین، اختطاف، انواع سرقت، مشاجرات بین افراد، مزاحمت افراد ولگرد، حوادث ترافیکی، حریق و موارد شکایت از رفتار پلیس با شماره تلفن 119 پلیس وزارت امور داخله با تماس شده و درخواست کمک نمایید.